روزنامه کردستان بجماره 674 بزمان عربی و 215 بزمان کرمانجی ده 17 ماه سبات سال 2022 هاتا بلاف کرن و در روپله یکمین دا داخویانی پولیت بروی پارتی دموکراتی کردستانی سوریا و در داخویانی دا لسر بویار گرتیگاه گویران سینا حسکه و باندورا هبونا رخصنا داعشه ده زندان ناوا باجار و سیویلان دا و لسر بن پیکرن میلیسین پیده و گرتن و رواندنا زاروکان. هر وها در روپلا یکمین ده هات کوشاندکه انکسه بسروکتی سروکه و سعود الملا سردانا اوفیسا جنه و زاروکا لقامشلو کر. سرباری کو جیگر سروکه برلمانا کردستانه همن هورامی پیشوازی لشاندکه انجمن نشتمانی کرد لسوریه کر. شانده انکسه بسروکتی کمیران حاچو نونر کردان ده کمیتا دستوری دا و سروکه اوفیسا پیوندین دروا یه انکسه و هر دو اندامین اوفیسه ابراهیم برو و اسماعیل حصاف بیگ دهات در روپالا دوامین دا داخویانا انجمن نشتمانی کرد لسوریه درباره رواندنا روزنامه وانان و دسری دا پهمنیر آرک صبری فخری دا کو چاوه خلکه لسر فشلوان یا زندان سینا عراکن و داخویانی رخصتنا ترکیه کوبانی یا پدکسه لسر کوچا خبتکار و اندام انجمن حریمی حج ابراهیم هر وها در روپالا دوامین دا هلمتا چالکوانان یا پشتوانی روزنامه وانان هات. داوی روپالا دا هات که یا پجه یا سر بمیلیسین پیده و زاروکا که کوبانی بناوه میسا خالت عبدو 13 سالی رواندن و بر بجه که نی دیار و برن. در روپالا سیامین دا لسر درباس بونا 10 سالان دسر تیرور کرنا شهید نصرالدین برهک اندام پولیت بروی سیاسی یا پدک سیر درباس دبه. هر وها سالوگر 56 یا کوچا داوی یا خبتکار محمد علی خوجر درباس دبه و سردانشان ده نتوی یگتی جنونرتی انکسی لحرما کردستانه و سردان بالیوزخانه آلمانی جنونرتی انجمن نشمانی کردی را لحرما کردستانه و بشداری رخستنا دهوک یا پدکسی ده چل روژه شهید پیشمرگه احمد حاجی میرخان در روپالا 50 دا رپورتاجک دبن ناو کردین سوری و پیوستاوان بی یک بونا استراتیجی هات. در روپالا ششاندا بالیوزخانه آلمانی لحولیره تکازدکه لسر پشتوانی حوالبندین خواه. ده هر در روپالین 7 و 8 چندین گوتار دبن ناونشان جدا جدا هاتنا بلاف کرن و گلک هلبست و نیرین سیاسی و کاریکاتیر ده هجمار 674 هات. بشه زمان کردیج 4 لپاران پیکته و در روپالا یکمین ده هات کو تو بارانا دورین سینوری ده دما داوی دا ترس خستی ناوا خلکه دا هر وها درخستنا آستانگیان لپیش کارین پارتیین سیاسی و روزنامه وانان کریارک لدیجی مروواهیه در روپالا سیامین ده هات کو قصد دان پیدان بشکستاندن خواه لزندان گویران دکه و در روپالا چاران دا بحثا چارا نویسا خواندنا بلند لروجاوه کردستان دکه و داوی دا هل بسک دیاشیار دبن ناو مروه وندا هات.